در این انتخابات پارلمانی 18 حزب و سازمان ها شرکت داشتند، از جمله 16 حزب سیاسی و 2 گروه سیاسی. در ابتدا یکی از گروه های سیاسی دیگر با نام الیانس نیز ثبت نام می شد، ولی به خاطر آنکه رهبری این گروه سیاسی طی 4 سال اخیر در ارمنستان زندگی نداشت، از این رو اون ثبت نام نشد. و در صحبت هایی که ما در اطراف این انتخابات داشته، مردم بیشتر میگویند که میخوان یک ارمنستان آرام را ببینند و یک پارلمانی که واقعا تواند از حقوقهای آن حمایت کند و برای پیشرفت ارمنستان تلاش و کوشش ها انجام دهد و از نگاه قانونی و همه ارزش های انسانی از آن تواند حمایت کند. یک نکته مهمی دیگر رو می شود در اینجا ذکر کرد که در آستانه این انتخابات، یعنی انتخابات پارلمانی ارمنستان، پس از آنکه نیکول پاشینیان به اتحاد اروپا مراجعت کرد و یک همایش رهبران کشورهای عضو اتحاد اروپا را در یریون برگزار کرد و از جمله در اونجا زلنسکی پرزیدنت اوکراین نیز شرکت داشت و این خشم مسکو را به وجود آورد و مسکو این کاری اولی را که انجام داد انتقال مواد خوراکه و میوه و گلها و اینها را برای وارد شدن به بازارهای روسیه منع کرد. ولی کشورهای اروپا در اینجا آرام ننشستند و خصوصا به ندرلند، لاتویا میوه های از جمله سیب و گلها و کنیاکای مشهور ارمنستان و دیگر از میوه‌جات اینها وارد شدند و راه را برای ارمنستان باز کردند. ولی حالا پس از انجام انتخابات و پس از آخرین نکته هایی که از طرف رهبران ارمنستان بیان داشته میشد، معلوم خواهد شد که سیاست نهایی در اینجا چی خواهد بود.